بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتیم که اسکلت تعریف شکن. اول استخوان تعریف کردیم، بعد از این باز آمدیم اسکلت و بعد از این باز تقسیم بندی اسکلت خواندیم، اسکلت زمینوی را خواندیم. ما گفتیم هر استخوان در موقعیت خودش قرار بگیره با نام اسکلت یاد می شود. بدن انسان از 206 استخوان ساخته شده، مگر اطفال تعداد استخوان‌های زیاد است، او رو باز می‌خوانیم. اسکلت بدن انسان به دو بخش تقسیم شده. یک به نام اسکلت ضمیموی میگه که به بدن انسان ضمیمه شده و یک به نام محوری میگه به محور انسان تشکیل داده. امروز فقط ما در اسکلت ضمیموی گپ میزنیم. اسکلت ضمیموی به دو بخش دیز تقسیم شده. یک به نام اطراف علوی یا اپر لیمز میگه، دیگهش به نام اطراف سفلی یا لور لیمز میگه. اطراف علویش هم از دو بخش ساخته شده. یک میگه شولدر گلدر یا کمربند شانه، یک میگه اطراف آزادی علوی. کمربند شانه که از دو استخوان ساخته شده. یک استخوانی که شکل اس سرچپه را دارد، این را به نام کلاویکل میگه. و استخوان پیشسر که این شکل مثلث که دارد، پیشسر در خلف قرار داره، این استخوان به نام اسکاپولا میگه. این بود شولدر گردل یا کمربندی شانه. این هر دو طرف است. دیگه استخوان که است این به نام اطراف آزادی علوی میگه. اطراف آزادی علوی که است این از سه بخش ساخته شده: بازو، ساعد و دست. در بازو یک استخوان که کلانترین استخوان که یک جسم و دو نهایت دارد، این را به نام همورس میگه. دو استخوان ساعد که است دو استخوان است. هر استخوانی که در وضعیت انادومیکی ایستاده استی، هر استخوانی که طرف وحشی قرار بود، این استخوان به نام رادیوس میگه که هم از استخوان‌های طویل گفته میشه که یک جسم و دو نهایت دارد. نزدیکش هر استخوانی که در وضعیت انادومیکی تو ایستاده استی، هر استخوانی که طرفی اونسی نزدیک بود، به بدن نزدیک بود، او استخوان به نام اولا میگه. این هم از استخوان‌های طویل است، یک جسم و دو نهایت دارد. در دست میایم. دست از سه بخش ساخته شده. یک استخوانایی که به نام کارپل بونس یاد می شود. استخوانای کارپل 8 استخوان قرار داره که 1 2 3 4 استخوان طرف پراکسیمال قرار داره و 1 2 3 4 استخوان دیگه به نام دیستال قرار داره. پراکسیمال و دیستال ما خوانده بودیم که به مثال بالاتر نزدیک پراکسیمال بعیده نزدیک است و دیستال که دور باشه. باز 5 استخوان دیگه که 5 استخوان 1 2 3 4 5 استخوان دیگه که را به نام متاکارپل بونز میگه. 5 استخوان متاکارپل بونز و 14 دانه استخوان دیگه، این استخوان به نام فالنس یا انگشتان میگه. چند استخوان؟ انگشتان. این 14 دانه است. ترا پاس زبان دلته خوگینه. پاس خوگینه. 14 دانه استخوان که قرار داره این به نام فالنس یا انگشتان میگه. این بود استخوان اطراف علوی. صحیح شد؟ این یک بخش موجوده و خواندیم. دیگر را سعی کنین. این را خلاص کن بعد گل کش.